حالا نقطه مشترک بین خانواده شهدا همون از دست دادن بچه هاشونه. یکی هم ناراحتیشو این مسئولین قوه قضاییین و بعد مسئولینی که دخالت بیجای میکنن تو پرونده ها، مشکلشون الان شهید آرمان علیوردی سال پسرش رد شد، هنوز مشخص نیست اصلا کی قاتل پسرشه. 80 نفر گرفتن، 80 نفر شده 8 نفر. 8 نفر هم اگر یه دفعه ولایتی سرش بکشه به اونجا، دیگه 8 نفر هم آزاد میشن. همچنین که قاتلای پسر منو آزاد کرد، میترسیم بره اونو رو هم آزاد کن. نه حاج آقا، حتما سیستم قضایی رسیدگی صحیح و عادلانه خواهد کرد و نگران نباشید. بله، سیستم قضایی خیلی عادلانه رفتار میکنه، ولایتی از اون ور خراب میکنه. نه مطمئن باشید. مشاور رهبر تو بله. این کارهایی که انجام داده واقعیت خیلی. بله میدونم، چون شما به عنوان یک پدر، بله میدونم شما به عنوان یک پدر شهید به موضوع رفیق قافله است. نه میدونی شما به عنوان یک پدر شهید نگاه میکنید، داغ دارید، کاملا حق دارید، کاملا در این مورد حق با شماست، اما اعتماد کنید به سیستم قضایی. مطمئن باشید که تمام تلاش در این 1 سال و بعد از این و قبل از اون همیشه بوده برای اینکه عدالت برگزار بشه. تلاش خودش هم کرد برای بچه من، ولی سیستم ولایتی به هم میزنه. نه درست میشه حاج آقا، مطمئن باشید قطعا به نتیجه میرسه. من یه سوال از شما دارم. تو زندانن، اونم مشخص نیست زندان. امروز شما برنامه‌ای دارید برای برگزاری مراسم شهید روح الله عجمیان؟ یعنی مردم میتونن شرکت بکنن؟ از این جهت میپرسم. برنامه دارم. تو داری حرف ما رو میپیچونی. ما راجع به صحبت کردیم. اینجا صحبت میکنی یا نباید بیارید یا حرف نباید بپیچونید. نه حرف رو نپیچیم. شما من به شما عرض کردم، گفتم چون شما یک پدر شهید هستید و داغ دارید، شما نمیتونید راجع به این موضوع الان خیلی عادلانه نگاه بکنید، ولی سیستم قضایی کشور نه تنها به این موضوع، به تمامی موضوعات مطمئن باشید عادلانه نگاه کنید. اگر این اتفاق نیفته، مراجع قضایی بالاتری هم وجود داره که به این قضیه رسیدگی بکنه حاج آقا. فقط یک نفر، یک آدم، یک نیاری تو مسابقه یا حرفشون نپیچونید. خانواده شهدا همیشه در رسانه، در تلویزیون، برای همه کسایی که اینجا کار میکنن میگن آقا درباره ولایتی چیزی نگو. حالا مثلا شما ترس دارید، واهمه دارید، من ترس ندارم. نه حاج آقا اصلا این چه حرفیه؟ چون برو ببین، برو قوه قضاییه، برو در دیوان، همه میگن آقا ولایتی این کارو کرده، ولی شما صدا سیما میترسید، ترس دارید ازش. من رو کو پوسکنده میگم. اون دفعه من اومدم گفتم آقا من صحبت نمیکنم، گفتن نه آقا تا اینجا اومدی صحبت کن، دفعه دیگه منو دعوت نکنی، ازت خواهش میکنم. نه من سکوت کردم، شما صحبت کنید دیگه. نه دیگه، دفعه دیگه منو دعوت نکنید، چون شما طرفدار ولایتی قاتل پسر منه. سلامت باشید، متشکرم. از اغتصابگرا دفاع ما حتما درخواست‌های شما رو مطالبه میکنیم، همونطور که در رسانه مطالبه شد، الان ادامه هم مطالبه میکنیم. متشکرم از همه شما بینندگان. یک بخشی رو ببینیم برمیگردیم. آقای مقدس عصبانی شد.